فستیوال کوچه بوشهر کنسل شده. حالا خب چرا کنسل میکنین؟ مریضی؟ دردتون چیه؟ حالا یکی من خودمون رو مثال میزنم، مثلا من و مهداد بلیط هواپیما گرفتیم، شما فکر کن ما 14 میلیون تومان بلیط هواپیما رفت و برگشتمون به یکی از شهرهای خودمون شده، بوشهر، جنوب کشور خودمون. این هتل رزرو کردیم، انقدر بابت فستیوال موسیقی بوشهر مردم استقبال کردن، ما هتل‌های ساحلی اصلا گیرمون نیومد. یه هتل مرکز شهر گرفتیم، شبی 3 میلیون و 500 هزار تومان، 3 شب 4 روز. این که 10 میلیون تومان هم پول هتل دادیم، یعنی ما بدون هیچ خرجی که هنوز نرفتیم اونجا هزینه کنیم، هزینه خورد و خوراک و چیزایی که دوست داریم و کافه‌ای که بریم و چند تا دیگه چیزی که بخریم، ما فقط 24 میلیون تومان هزینه پرواز هتلمون شد. چرا کنسل می‌کنید؟ بعد الان به خیال خودتون مثلا شما فستیوال رو کنسل می‌کنید، ما نمیریم. اتفاقا ما میریم، ما دنبال اینیم که ایرانمون رو بشناسیم، ما دنبال اینیم که مردم ایرانمون رو بشناسیم. چرا کنسل می‌کنید؟ چرا مخالف شادی مردمید؟ به خدا من صبح اصلا با بغض و گریه داشتم در مورد این موضوع با مهداد صحبت می‌کردم که کنسل شده. یه دوستی اونجا من پیدا کردم، همینجوری دوست شدیم با هم دیگه سر همین فستیوال. خیلی یهویی من با این دختر آشنا شدم و کلی به من اطلاعات داد و کلی کمکم کرد و مسیرها رو میگفت. به خدا یه وایس 2 دقیقه خورده‌ای به من داده که اگه هم که مثلا میخواین کنسل کنید حق دارید، ولی کل بوشهر این فستیوال نیست، فقط کوچه‌های بوشهر فستیواله، مکان‌های دیدنی بوشهر، نمیدونم ساحل بوشهر فلان. خب واسه یکی مثل ما که اولین بار میخوایم بریم بوشهر، فستیوال یه بهونه بود واسه اینکه ما بریم بوشهر رو ببینیم. خب معلومه تو ذوقمون میخوره دیگه، ولی فقط تو ذوقمون میخوره، کنسلش نمی‌کنیم. دنبال چی؟ چرا دست از مردم ایران برنمی‌داریم؟ الان اگه عزاداری بود که اشکالی نداشت، اگه اسکندر حمله کرد، مغول اومدن رفتن، عرب حمله کردن و هزاران اتفاق دیگه واسه ایران افتاد، اما نوروز پاورجامون. شما هر کاری کنید ایران و ایرانی میمونه، مراسماتش میمونه، هر چقدر جلوشو بگیرید فایده نداره، باز هم میمونه. شما نمیتونید جلوی ایران و ایرانیو بگیرید، نمیتونید مراسمشو خواب کنید، هر چی میشه نمیتونید لغو کنید. الان خود فستیوال رو لغو کردی، اوکی، اصلا فستیوال لغو. کوچه‌هاشو میخوای چیکار کنی؟ کوچه‌هاشو میخوای ببندی؟ الان تک تک این آدمایی که توی این فستیوال نقش داشتن دارن میگن کوچه‌های بوشهر بن‌بست نداره، همشون به دریا ختم میشن. اونو میخوای چیکار کنی؟ الان همین دختر به من پیام داد خیالتون راحت باشه، مردم بوشهر مردمی که نمیذارن به مهمونشون بد بگذره، اونو میخوای چیکار کنی؟